این ویدیو درباره گناه نیست، درباره اخلاق هم نیست، درباره مغزه. بیشتر آدما فکر میکنن مشکلشون تنبلیه، یا انگیزه ندارن، یا ارادهشون ضعیفه. ولی واقعیت ساده تر از این حرف هست. مغزت به لذت سریع عادت کرده. مغز برای بقا ساخته شده، نه برای موفقیت. هر چیزی که سریع حالشو خوب کنه براش جذابه. دوپامین اون چیزی نیست که خوشحالی میاره. اون چیزیه که دنبال رو میسازه. وقتی لذت سریع همیشه در دسترس باشه، کار سخت بیمزه میشه. تمرکز سخت میشه. شروع کردن سخت میشه. اینجاست که آدم فکر میکنه مشکل از شخصیتشه، در حالی که مغزش فقط شرطی شده. این لذت سریع میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه، میتونه بازی باشه، میتونه ویدیوهای کوتاه باشه و بله، میتونه خودارضایی باشه. بحث خوب یا بد بودنش نیست. بحث اینه که تکرارش چی با مغزت میکنه. وقتی مغز یاد میگیره با کمترین تلاش بیشترین لذت رو بگیره، دیگه حاضر نیست برای چیزای مهم صبر کنه. نتیجهش چیه؟ بی‌حوصلگی، تعویق، فرار از کارهای سخت. و بعدش آدم میگه من تمرکز ندارم، من انگیزه ندارم. در حالی که واقعیت اینه مغزت راه میانبر پیدا کرده. مشکل این نیست که این عادتها وجود دارن. مشکل اینه که تنها منبع لذتت میشن. وقتی همه پاداشها فوری باشن، زندگی واقعی کند به نظر میاد. و زندگی واقعی همیشه کنده. ولی همونجاست که چیزای مهم ساخته میشن. اینجا قرار نیست بگم ترک کن. قرار نیست بگم از فردا. فقط اینو بدون، اگه تمرکزت کمه، شاید مشکل برنامه‌ریزی نیست. شاید عادت‌هاته. من قضاوت نمی کنم. فقط واقعیتو گفتم. انتخاب با خودته.